آیا واقعاً یک لامپ میتواند بیشتر از یک قرن عمر کند؟ خیلی دشوار است که باور کنیم یک لامپ حبابی میتواند 122 سال تمام عمر کند. شاید باورش برایتان یک کم سخت باشد. لامپ را که در تصویر مشاهده می کنید از سال 1901 میلادی، یعنی قبل از شروع جنگ جهانی اول، تا حالا روشن مانده است. ما الان در سال 2023 قرار داریم. تصور کنید که در این 122 سال، یعنی از سال 1901 تا سال 2023، دنیا چقدر تغییر کرده است، ولی این لامپ کهنه همچنان به حیات خود ادامه داده است. برای معلومات درباره این لامپ قدیمی لطفاً تا پایان ویدیو همراه ما باشید. شروع به کار این لامپ سخت جان در سال 1901 میلادی بود. در آن زمان در شهر لیورمور ایالت کالیفرنیا این نوید داده شد که به زودی یک دستاورد مدرن فناوری نصب خواهد شد. این دستاورد لامپ های حبابی بودند که در آنها از رشته های کربنی استفاده شده بود. این لامپ را شخصی به نام آدولف آکایلت اختراع کرده بود و شرکت شلبی الکترونیک از این لامپ به صورت انبوه تولید کرد. مردی به نام دنیس برنال، مالک شرکت آب و برق لیورمور، این لامپ را خریداری کرده و در سال 1901 میلادی به شهر لیورمور برد. برای نخستین بار در همان زمان مورد استفاده قرار گرفت و روشن شد. دنیس برنال شرکت خود را همان سال فروخت و شرکت او به مقر آتش نشانی تبدیل شد و از جمله وسایل قدیمی به جا مانده در آنجا همین لامپ است. لامپ در زمان خودش طراحی و زیبایی خاص خودش را داشت. رشته کربنی در آن به صورت خاص انحنا داشت و انحنای خود حباب هم با لامپ های مرسوم آن زمان متفاوت بود. از زمان روشن شدن لامپ در سال 1901 میلادی تا کنون لامپ شهر روشن بوده و در طول 24 ساعت هر روز در 122 سال گذشته روشن بوده است. البته یک استثناء هم وجود داشت. در سال 1976 میلادی در حین انتقال به جای دیگر و تغییر محل ایستگاه آتش نشانی، لامپ فقط به مدت 22 دقیقه خاموش شد. از چند سال پیش هم به آن لقب لامپ قرن را داده‌اند. علی رقم تولید این لامپ های با کیفیت، شرکت تولید کننده چند صبح بیشتر دوام نیاورد و ورشکست شد. بعضی ها میگویند دلیل این امر روشنایی اندک لامپ ها بوده، اما باید دانست در آن زمان این لامپ ها از لامپ های ادیسون هم نورانی تر بودند. گفتیم که این لامپ 122 سال تمام روشن بوده و لابد این سوال برایتان پیش آمده است که مگر می شود 122 سال تمام برق نرود؟ باید بگوییم که در این 122 سال کلاً 7 روز به خاطر تعمیرات خطوط برق و نیز قطعی برق تصادفی لامپ خاموش بوده و در باقی روزها لامپ به صورت مستمر روشن بوده است. این لامپ قدیمی در ایستگاه آتش نشانی شماره 6 شهر لیورمور در ایالت کالیفرنیا نورافشانی می کند. قبلا گفتیم که در سال 1976 میلادی محل لامپ را عوض کردند و آن را از یک ایستگاه آتش نشانی به ایستگاه دیگری منتقل کردند. در آن زمان نگران بودند مبادا خارج کردن لامپ باعث شکسته شدنش شود، اما خوشبختانه این اتفاق رخ نداد. جالب است بدانید که یک وبکم به صورت مرتب هر 10 ثانیه از این لامپ عکس برمی‌دارد. اما خب دلیل زیاد عمر کردن این لامپ چیست؟ 2 چیز میتواند باشد. یکی قطر زیاد رشته مورد استفاده نسبت به رشته های معمول مورد استفاده و دیگری جنس کربنی رشته است. جایی که لامپ نصب شده بارها تغییر کاربری داده. برای مثال مدت این اتاق محل نگهداری قرقره لوله های آتش نشانی بود.
بعد به انبار تبدیل شد و مدت شهرداری بود و در نهایت به ایستگاه آتش نشانی شماره 6 لیورمور تغییر کاربری داد. از آن زمان تا به حال لامپ حبابی روشن است بدون اینکه در طول روز، هفته، ماه و سال خاموش شود. حالا این لامپ به تاریخ پیوسته و به یکی از سمبول‌ها و علامت‌های بارز شهر لیورمور تبدیل شده است. البته نیروی لامپ از 30 وات به 4 وات کاهش یافته و قابل مقایسه با اوایل قرن 20 نیست و این موضوع بعد از 1 میلیون ساعت روشن ماندن عادی به نظر می‌رسد. سال 1972 میلادی این لامپ بعد از رکورد طولانی ترین زمان روشن بودن وارد کتاب رکوردهای گینس شد. هیچ کس نتوانسته است راز طراحی آن را بفهمد، زیرا مستلزم باز کردن لامپ است که برای جلوگیری از خراب شدن لامپ چنین کاری انجام نمی شود. اگر این ویدیو براتون مفید بود حتما لایک را بکوبید و با سابسکرایب کردنتان چنل من را حمایت کنید.